سلام دوستای عزیزم. توی این ویدیو میخوایم در مورد یه اینتروداکشن، یه هیستوری از یونیکس و زیر مجموعهاش لینوکس و مک او اس داخل پرانتز داروین و بقیه یونیکس ها حرف بزنیم. خب اول از همه بیایید در مورد او اس حرف بزنیم. مثلا او اس چی هست؟ طرف میگه او اسش فلانه، ویندوزه، او اسش اینه. او اس مخفف اپریتینگ سیستم، یعنی سیستم عامل. این چیکار میکنه؟ او اس چی هست؟ او اس یه نرم افزاره، اینجوری تو ذهنتون داشته باشی. یک نرم افزاریه که منیج میکنه ریسورس توی کامپیوترتون رو، یعنی همه چی رو با هم، مثل اون کسی که توی ارکستر داره بین تمام نوازنده ها یه ارتباطی برقرار میکنه که چی بالاتر باشه چی پایین تر باشه، به مشکل نخوره چیزی، هر چیزی سر جاش به مقدار لازم باشه، مثل اون میمونه. یعنی کارش اینه که اون منابعی که هست، در حقیقت منظورمون سخت افزارها و ایناست، اینا به صورت خیلی افیشنت، خیلی مؤثر کار خودشون رو انجام بدن به صورت سیف، بدون اینکه مشکلی پیش بیاد. حالا ما چند بار گفتیم ریسورسز. اینا چی هن؟ مثل چیپی که روی کامپیوترتونه، مثل سی پی یو، مثل رم، مثل دیسک مموری، پرینتر، دیسپلیز، کیبورد، ماوس، حالا هر چیزی که هست که وصل کردید بهش. میتونه بلوتوث باشه، میتونه وای فایتون باشه، میتونه خیلی چیزا باشه، میتونه کامera باشه، هر چیزی. و اینکه میاد یک چی بهش میگن، یک فاصله، یه منطقه‌ای رو ایجاد میکنه بین یوزرز که میتونه شما باشید و خود کامپیوتر، یعنی سخت افزار. در حقیقت ارتباط بین شما و سخت افزار هست او اس. این کلیت او اس هست. بیاید به طور کلی اپریتینگ سیستمز ها رو نگاه کنیم. خب یا یونیکس هست که اول از همه اومد، خب، یا مایکروسافت ویندوز هست که الان آخریش خب ویندوز 11 و قبلش خب 10 بود، 8 بود، 7 بود، XP بود و قبل از اون 98 بود، 2000 بود و قبل از اونم دیگه داس بود. اصلا اون حالت جی او آی، گرافیک دیزاینی که الان میبینیم اون نداشت. مثلا سمت چپ پایین استارتی باشه و اینا، دسکتاپی باشه، اینجوری چیزی نداشت. خب از طرف دیگه یونیکس خیلی وسیعه، خیلی امنه، خیلی کاربردیه و زمین تا آسمون میشه گفت با ویندوز فرق میکنه. و در حقیقت کسی که اگه بخواد پروگرامینگ رو انجام بده، اگه کسی واقعا بخواد کامپیوتر رو درک کنه، باید با سیستم یونیکس بره جلو، نه با ویندوز قطعاً. حالا چند تا مثال از یونیکس بخوایم بزنیم چیان. یونیکس هم شاید بتونیم به 3 تا کلاستر نسبتاً جدا، مخصوصاً اگه بخوایم مک او اس رو بخوایم بگیم، نسبتاً جدا طبقه بندی میشن. خب به صورت 3 تا کلاستر بگم، مک او اس هست قطعاً، داروین، نکست استپ در حقیقت ازش یه جورایی تکامل پیدا میکنه و میشه داروین. در حقیقت داروینه که حالا او اس 10 اول میگفتن، الان هم اپل یه 2-3 سالی هست اگه اشتباه نکنم اسمشو گذاشته مک او اس، شاید 3 یا 4 سال میگه بهش مک او اس. کلاستر دیگه اگه بخوایم بگیم، یه گروه دیگه طبقه بندی که هستش، یونیکس لایک هست،
شبیه یونیکس گنو هم در حقیقت لینوکس ازش میاد بیرون و خود لینوکس هم یه عالم دیستریبیوشن های مختلف داره، اوبونتو، دبیان، رد هت، همه اینا از اون میاد، یا سنت او اس. و خوشه بعدی که بخوایم بگیم میتونه یونیکس های دیگه باشه، مثل BSD، مثل سولاریس، مثل نت BSD. اینها هم جزو یه خوشه دیگه میتونیم بگیم. خود یونیکس خیلی 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 دیستریبیوشن های مختلف داره. حتی اگه ما مک‌اوس و گنو رو که لینوکس هم جزوشه بذاریم کنار، باز خیلی خیلی دیستریبیوشن های زیادی توش هست و ورژن های مختلف، سیستم عامل های مختلف ازش میاد بیرون. حالا چرا اینجوریه؟ چرا یونیکس انقدر پاپولار هست، انقدر خوبه؟ اونم باز جلوتر میتونیم بفهمیم چرا. خب اینجا توی این اسلاید یه چیزی که هستش بالا، اون چیزی که نارنجی وسط هستش یوزر، پایین یوزر یعنی میتونه با اپلیکیشن ارتباط برقرار کنه و اپلیکیشن با اپریتینگ سیستم ارتباط برقرار میکنه و اون حالا با هاردور ارتباط برقرار میکنه. پس اینو همیشه تو ذهنتون داشته باشید. شما مستقیم که با هاردور در ارتباط نیستید، شما از طریق OS هستش که ارتباط دارید با هاردور. حالا چطور با OS میخواید ارتباط برقرار کنید؟ یا باید از یه سری نرم افزارهای GUI باشه، کاربر پسند، نرم افزارهایی که شما فکر کنید 2 تا کلیک میکنید باز میشن، یه همچین نرم افزارهایی که با ماوس میایید روشون کلیک میکنید یا بازشون میکنید و کاراتون انجام میدید هست. یا چیزی که توی یونیکس خیلی مهمه و ازش استفاده خیلی زیادی میشه و کار ما یعنی الان اینجا به خاطر این هست، از طریق شل هست. پس یعنی یا از طریق GUI یا از طریق شل شما باید با سیستم عامل، با اپراتینگ سیستم ارتباط برقرار کنید. بهش بگید که من میخوام چیکار کنم، ازت چی میخوام، از توی هاردور چی میخوام، که این وسط حالا اپراتینگ سیستم داره حرف شما رو ترجمه میکنه به هاردور. توی این اسلاید نگاه کنید، اون وسط هاردور رو داریم، یعنی سخت افزاری که هست، CPU، رم، هارد درایو، SSD، هر چیزی که حالا میخواد باشه، گرافیک یا مانیتور، هر کدوم از اینا، این میشه هاردور. این وسطه. خب حالا ما میخوایم باش حرف بزنیم. چیه؟ با کرنل این اتفاق میفته. کرنل در حقیقت شما فکر کنید همون OSه، همون اپراتینگ سیستم فکر کنید، یعنی اون قسمت مرکزی OS که داره با خود هاردور ارتباط برقرار میکنه. این میشه کرنل. حالا شل چیه؟ شلی که داره ارتباط برقرار میکنه با کرنل که دستورات شما رو بهش برسونه. حالا این دستورات میتونه از کمند باشه، میتونه لایبرری های مختلف باشه، یا اینکه یه سری اپلیکیشن های دیگه‌ای که هستش. حالا یه فرق بین اپلیکیشن هایی که وجود داره با لایبرری هست، اینه که اپلیکیشن شما مستقیم دارید باش ارتباط برقرار میکنید، خب، و یه کار خاصی رو میتونه انجام بده. با این حال در مورد لایبرری یه سری فایل ها هست که فانکشن های مختلف توش نوشته شده و قرار کارهای خاصی رو انجام بده. حالا اون پروگرام ها، اون اپلیکیشن ها میتونه از این استفاده کنه، یا شما بیایید چند تا از اینها رو استفاده کنید برای کارتون. توی این اسلاید میتونیم یه جور دیگه هم بهش نگاه کنیم. خب اون هاردور لولی که هست اون پایین،
حالا اون قسمتی که آبی رنگ اون وسط میشه کرنل و بالای اون یوزر لوله، یعنی شما هستید، شما اون بالا هستید. از طریق یا شل سیستم کال اینترفیس میایید میتونید ارتباط برقرار کنید، یا به صورت جی او آی نرم افزارهایی که کاربر پسند هستن میایید ارتباط برقرار میکنید با حالا یا لایبرری ها یا با اجزای دیگه‌ای که هستش. از طریق او اس میاید به هاردور میگید که چیکار میخواید بکنید، چیکار دارید، اینپوت رو بهش میدید و آوتپوت رو میتونید ازش بگیرید. خب این دید کلی که تا الان داشتیم از کرنل، از شلی که حالا شما از طریقش دارید با کرنل ارتباط برقرار میکنید، اینا رو تو ذهنتون داشته باشید، فقط به عنوان یک دید کلی تا ادامه بدیم. خب یونیکس چیه؟ بیایید در مورد یونیکس حرف بزنیم و بعد از این یک پیش‌درآمدیه برای لینوکس. یونیکس یک سیستم عاملیه که هم شبیه هم اصلا شبیه به ویندوز نیستش، که اواخر دهه 60 توی آزمایشگاه بیل لابز از AT&T ساخته شد. و کی اونو ساخت؟ تامسون و ریچی. این دو در حقیقت یونیکس رو ساختن، کاری کردن که دنیا واقعا عوض شد. اون ساختار خیلی ساده، اون ساختار خیلی جالبی که برای این سیستم عامل طراحی کرده بودن که چه کارهای زیادی میشه باش کرد به صورت خیلی ساده، چه برای پروگرامرها چه برای کسایی که میخوان ازش استفاده بکنن، واقعا خیلی نابغانه بود. حالا به هر حال طراحی شد که بشه ازش برای برنامه نویسی خیلی راحت استفاده کرد. شما دستتون بازه برای خیلی از کارها و همینطور خیلی فایلاش، خب چون ساختار فایلاش به صورت تکست هست و این مسائل خیلی پورتبل، میتونید راحت برش دارید ببرید یه جای دیگه و میتونه مولتی یوزر باشه، میتونه یوزرهای مختلف رو داشته باشه. شما فقط کافیه یه یوزر نیم درست کنید و یه پسورد بذارید، حالا هر چند تا یوزر میخواد بهش وصل بشه از اون سیستم عامل استفاده کنه میتونه این کار رو بکنه. و البته یک سیستم عامل مولتی تاسکینگ هستش، میتونه چند تا کار رو انجام بده. یه سری ورژن هایی که داره همونطور که صحبت کردیم OS 10 هست که البته الان مک OS که یه حالت یوزر فرندلی داره، در عین حال که شما اون شل رو دارید، اون ترمینال رو دارید، میتونید استفاده کنید ازش. در عین حال که اون رو داره جی او آیتون هم هستش، یوزر فرندلیه. بعدی لینوکس هستش که یک شاخه از گنو هست و خوبیش اینه که کاملا فری هست از موقعی که تحت لیسانس جی پی ال در اومد و خیلی یونیکس لایک هستش دیگه، از اون شاخه میاد. و البته در مورد لینوکس یه خوبی که هسته، شما توی HPC ها میتونید ازش استفاده کنید. یعنی شاید خیلی از سرورها، شاید بشه گفت همشون، همه های پرفورمنس کامپیوتینگ کلاستر ها از لینوکس استفاده میکنن. حالا دلایلش چیه؟ دلایلش میتونه استیبل بودنش باشه، میتونه این که از ظرفیت کامل اون سخت افزارها میتونه استفاده کنه، حتی اگر به صورت کلاستر باشه میتونه منیج کنه پروگرام ها رو که روی کدوم ها به چه صورتی ران بشه، اینپوت ها و آوتپوت ها به صورت یه هارمونی بین اینها در جریان باشه. یونیکس ها یه جورایی جی او آی رو دارن، یعنی گرافیکال یوزر اینترفیس رو دارند، ولی نه اونطور که شما شاید بخواید فکر کنید. خب چیزی که بر ما خیلی مهمه توی یونیکس شل هست، جایی که شما توی کمند لاین
میتونید به صورت خط بهش بگید که این پروگرام رو اجرا کن، این اینپوتشه و این رو مثلا پایپش کن به بعدی، به پروگرام بعدی، اون یه کاری مثلا میخواد انجام بده، اینو چه میدونم سیف کن توی یه فایلی، یا حتی پروگراماتون رو میتونید به صورت فایل ها خب بنویسید، ذخیره داشته باشید و بگید که به شل اوکی این فایل من رو اجرا کن، یعنی در حقیقت همون پروگرام دیگه تبدیل به یه پروگرام میشه، این پروگرام رو اجرا کن، این ورودیه و این خروجی و این مسائل. خب این به این صورت. پس شما GUI دارید ولی نه اونطور که شما فکر میکنید و دلیل اصلی که خب اینجا هستیم بحث شل هستش. شما میتونید با سرورها از طریق شل ارتباط برقرار کنید که خیلی خیلی مفیده. امکان نداره که شما بخواید به یه سروری وصل شید اون طرف دنیا یا حالا هر جایی که از طریق شل نباشه. و گفتیم اکثر سرورها از لینوکس استفاده میکنن برای کارهاشون. و یه نکته که البته هست در مورد شل و سرور اینه که امنیت اینجوری خیلی میره بالا. اگر بعضی از دیستریبیوشن های لینوکس اصلا GUI نداره، یعنی وقتی میاد بالا فقط ترمینال تموم شده رفت، فقط کمند لاین شما باید از طریق شل خب ارتباط برقرار کنید با OS. اینطوری امنیتش خیلی بالاتره، خیلی کارها اسموت‌تر میتونه بره جلو و میگم توی بعضی از نسخه‌های لینوکس به این شکله. خب شل های مختلف داریم. میتونه بش باشه که دیفالت بود حداقل توی مک او اس تا چند وقت پیش، از فکر میکنم 3 سال پیش دیگه مک او اس زی شل رو زی شل رو کرد دیفالت خودش توی شل. ولی خب لینوکس ورژن های زیادی هستش که هنوز از بش استفاده میکنن برای ارتباط با توی شل ارتباط برقرار کردن با او اس. در مورد دلایل این که یونیکس چرا اینقدر خوبه، چرا اینقدر جالبه، گفتیم که مولتی یوزره، گفتیم مولتی تاسکینگه، گفتیم که استیبیلیتیش خیلی بالاه، سیکیوریتیش خیلی بالاه، واقعا امنه، واقعا سیفه و قابل انتقال هست، خیلی پورتیبل هست. و گفتیم که توی ورژن های بسیار بسیار زیادی میتونه تقسیم بندی شه که 3 تای اصلی رو گفتیم، 3 تا خوشه اگه بخوایم خوشه ببینیمش، مک او اس هست، لینوکس هست و ادامه یونیکس ها که نت بی اس دی هست، فری بی اس دی هست. این بی که هستش به خاطر بروکلی هست، فری بی اس دی هست، اوپن بی اس دی هست، سان او اس هست. اینا همه از اون یکی خوشه میتونیم در نظر بگیریمش. در حقیقت یک چیز خیلی مهمی که البته اشاره کردیم اینه که حالا اینجا به صورت جمله گفته designed by programmers for programmers. این خیلی مهمه، یعنی کاملا برای برنامه نویسی ساخته شده. واقعا عالیه، یعنی محشره توش، فقط آدم دلش میخواد کده که بزنه، هر کاری که دوست دارید میتونید توش انجام بدید. واقعا احساس میکنید خدا هستید اینجا، مثل اون شخصیت نئو توی فیلم ماتریکس که میومد همه کار انجام میداد. اگه یادتون باشه اوایل فیلم دسکتاپش روشن میشه بهش میگه سلام نئو. اگه توجه کنید عین همون حالته که شما دیگه خدای اون جا هستید، خدای اون دنیا هستید، هر کاری دلتون بخواد میتونید انجام بدید. واقعا کشش زیادی داره این سیستم عامل برای اینکه شما بتونید کدهاتون رو بزنید، کارهایی که دوست دارید رو انجام بدید. در مورد این شماتیک هم بهتون گفتم، از اینجا میتونیم خیلی ساده تر هم ببینیمش که اون وسط هاردور هست، بعد کرنل هست و بعد پروگراماتون. منتها میتونه شل هم بین این کرنل و
اون سیستم کال هم باشه یا پروگرامز. اگه بخوایم در مورد فلسفه یونیکس هم یه مقداری حالا خب تفاوتایی که میتونه داشته باشه با OS های دیگه یا مخصوصا خب اون استارتی که زدن، مولتی یوزر بودن و مولتی تاسکینگش خیلی مهم بود، فلکسیبیلیتی و فریدمش خیلی خیلی مهم بود و همینطور everything is a file. این یکی از مهمترین فلسفه های یونیکسه که همه چی یه فایله، دایرکتوری حتی یک فایله. یونیکس یک سیستم عامل تکست بیس هست، یعنی همه چی تکسته، چیز باینری عجیب غریبی اونجا ندارید. همه سافتورها، همه پروگرام هایی که شما می نویسید تکست هست و هموناست که شما دارید می نویسید و اجرا می کنید و ازش استفاده می کنید. یه مسئله دیگه هم فایل سیستمش هست که چجوری طراحی شده که از نوع خودش خیلی جالبه. در مورد فایل سیستم که گفتیم، ما اول از همه اون بالا یک اسلش داریم، فوروارد اسلش، از بالا سمت راست به سمت پایین سمت چپ. اگه بخوام نشون بدم اینجاست. خب این میشه روت ما، یعنی جایی که اول از همه است، یعنی سر همه چیز، نشأت میگیره همه چیز از اونجا. حالا اونجا انگاری دایرکتوری مختلف، حالا به قولی پوشه ها و فولدر های مختلف هستن که معروف ترین هاشون که تو همه این سیستم عامل های یونیکس هستش و باید باشه، بین هست، یه سری نرم افزار اونجاست، sh date csh نمونه از این پروگرام هاست که داخل بین هست. اس بین هم داریم توی همین دایرکتوری زیر روت که اینجا ننوشته. etc رو داریم، گروه بندی ها، پسورد ها اینجان. لایب رو داریم، لایبرری که یه سری از اسمش مشخصه کتابخونه های سیستم عامل میتونه اونجا باشه. USR رو داریم که برای یوزره که زیر مجموعش خب نرم افزارها و چیزایی که خود یوزر اومده اونجا گذاشته. بین، من، لوکال از مثالاشه. دیو رو داریم، TMP رو داریم، TMP temporary، چیزایی که فایلایی هستش که میتونه جنریت شه به صورت تمپرری و قرار پاک شه، چیز مهمی نیست، حالا چه توسط OS بخواد این اتفاق بیفته یا توسط پروگرام های خودتون. و بعدی هم هوم هست که از اونجا حالا کارهایی که شما انجام دادید در حقیقت اونجا هستن. باز اونجا هم میتونیم یه سری نرم افزار لایبرری ها رو اونجا هم حتی پیدا کنیم و حالا این مشترک بین همه یونیکس ها میتونه باشه این ساختار. ولی خب باز اگه بخوایم عوض کنیم بریم روی مک او اس یا لینوکس، ورژن مختلف لینوکس، خب یه مقداری شاخ و برگاش بیشتر شاید بشه. خب این کلیت سیستم عامل هستش توی یونیکس. فایل سیستمی که در حقیقت توی یونیکس هستش که به صورت هایرارکی هست، یعنی به صورت شاخه، شبیه شجره نامه‌ای که حالا ما ژنتیک دانها خیلی باش آشناییم، شبیه همچین چیزی هستش. یه چیز خیلی خوبی که این قضیه داره، این فایل سیستم، اینه که شما نیاز نیستش که بهش بگید که قراره حجمش چقدر باشه، کجا قراره باشه. همون اول شما وقتی این ساختار رو دارید و یه سری اتریبیوت ها داره که این کجا سیو شده، حالا مثلا چی توشه، اینا خیلی ساده، چیزی پیچیده‌ای قرار نیست باشه. این سیستمی که چیدم برای فایل سیستم یونیکس توسط اون دو نابغه‌ای که اینو البته ساختن، واقعا فکر خیلی عالی بود. خب در مورد شل اگه بخوایم یکم حرف بزنیم، شل یک جاییه که شما کمنداتون رو میزنید به صورت خطهای دستورات خطی، یعنی توی خط دستوراتتون رو میارید و اینو حالا ترجمه میکنه. یعنی خودش یه پروگرامه، اینو ترجمه میکنه
و با کرنل ارتباط برقرار میکنه و حرف شما رو داره به کرنل منتقل میکنه که شما مثلا چی میخواید و اون هم میاد اون کارا رو تو بستر هاردور سخت افزار انجام میده. حالا این پروگرام و این کامندایی که شما میزنید چی هن؟ میتونه یه سری کامند هایی که بیلت این هست توی شل، مثل کت، مثل چیزایی که حالا شما دارید استفاده میکنید، یونیک، این چیزایی که هستش. میتونه یه سری اسکریپتی که دارید میخواد اجرا کنید، یا اینکه یه سری آبجکت، یه سری فایل هایی دارید که میخواید اجراشون کنید. هر کدوم از اینا میتونه باشه. حالا ما جلوتر که رفتیم در مورد شل و ترمینال که یک خودش پروگرامیه که داخلش شل هست بیشتر ارتباط برقرار میکنیم، بیشتر یاد میگیریم و کامندهای مختلف، اسکریپتینگ، اینا رو باز میکنیم که ببینیم هر کدوم از اینها یعنی چی. خب یه جایی در مورد فرق بین پروگرامز و لایبرریز گفتم. خب اینجا توی این اسلاید اگه بهتر بخوایم بهش نگاه کنیم، پروگرام یا یه اپلیکیشن میاد یه تسک خاص، یه کار خاص رو از اینپوتی که یا اینپوت هایی که قبول داره و اینپوتش یعنی برش ساخته شده که این رو قبول کنه رو تبدیل به یک خروجی میکنه. مثالش چیه؟ مثالش LS لیست میکنه اون چیزایی که توی current لوکیشنی که هستید، توی اون دایرکتوری که هستید، هر فایلی که هست رو حالا براتون لیست میکنه یا دایرکتوری که هست رو لیست میکنه. LS پس شد یک پروگرام، یک اپلیکیشن. حالا لایبرری چیه؟ یه مجموعه ای از فانکشن هاست که ممکنه توسط نرم افزاری مختلف استفاده بشه، توسط پروگرام های مختلف استفاده بشه. حالا مثالش چی میتونه بشه؟ میتونه GNU Scientific Library باشه که یه سری از فانکشن های مختلف متمتیک رو داره تو خودش. کاربرا معمولاً رابطهشون با پروگرام هاست. وقتی که خب پروگرامرها، خود کسایی که کد نویسی میکنن، برنامه نویس هستن، از لایبرری ها برای کاری که دارن میکنن استفاده میکنن، توی کد هایی که هستش استفاده میکنن و هر دوی اینها هم API رو دارن، یعنی Application Programming Interface رو. خب اینجا کلیت یونیکس، یه نقشه کلی که میتونیم اینجا ببینیم. خب از این بالا حالا unnamed بوده، منو اسمش نذاشته بودن. خب به حال یونیکس شکل گرفت از همینجا. خب میبینیم از همینجا چند تا شاخه میشه. BSD رو داریم و سان او اس رو اینجا داریم، BSD رو اینجا داریم، فری BSD رو از اینجا شروع میشه، نت BSD رو اینجا داریم، اوپن BSD رو اینجا داریم، اوپن سرور رو اینجا داریم، یونیکس بر رو اینجا داریم، سولاریس رو اینجا داریم، اوپن سولاریس رو بعدش خب تکامل پیدا میکنه ازش اینجا داریم. و یک چیز خیلی جالب دیگه next step هست که ازش داروین یعنی macOS یعنی یک خوشه دیگه، گروه دیگه کلن تشکیل میشه و بعد باز از اینها هم یه چیز یونیکس لایک هست، ببینید بیشتر جدا افتاده نسبت به کل یونیکس. این قسمت گنو بیشتر جدا افتاده از اینها. گنو که هست، خب لینوکس هم از این جدا شد. اولین ورژنی که داریم اینجا میبینیم اینجاست که آقای لینوس اومد استارتش رو زد. حالا توی یه ویدیوی دیگه ما میتونیم ببینیم که چی شد. اولین خط حرفایی که زد توی نت و اینو پخش کرد و گفتش که چیز خیلی
بزرگی نیست، حالا نمیتونه به گنو برسه ولی خب یه چیزی درست کردم ببین چطوره و هر کی هم میخواد میتونه تغییر توش ایجاد کنه و بهترش کنه و همین باعث شد که خیلی پیشرفت کنه سیستم عامل لینوکس. و اینجا میبینیم که از لینوکس باز اندروید که الان خیلی از گوشی‌های دنیا هم ازش استفاده میکنه هست. خود iOS هم حتی از یونیکس هست، یعنی به عبارتی هر سیستم عامل گوشی، هر گوشی که شما میبینید از سیستم عامل از OS یونیکس داره استفاده میکنه. اگه بخوام به یه چیز دیگه هم اشاره کنیم در مورد گنو و یونیکس، اینی که گنو واقعا یونیکس نیست. خب این گنو توسط یکی از برنامه‌نویسای خیلی ماهر و به نام اومد شروع شد، یه موومنتی بود، یه حرکت قهرمانانه بود در راستای اوپن سورس شدن OS و خب یوتیلیتیز هایی که هست، پروگرام هایی که هستش. یعنی یه چیز فری باشه، یه چیز اوپن سورس باشه، هر کسی بتونه بیاد بهترش کنه و همین باعث میشه که اون حرکت یا اون سیستم عامل ها و اون پروگرام هایی که هستش پیشرفت کنه. اوپن سورس بودنش هم اینه که شما میتونید ببینید کدها رو، سورس کد رو ببینید، سورس کد اون سافتور، اون پروگرام رو ببینید. حالا اگر دوست داشتید خب میتونید تغییر توش ایجاد بدید و بعد اجراش کنید. حالا به هر حال اون عبارت اوپن سورس به معنی باز بودن سورس کدشه، یعنی ویزیبل بودنشه، قابل دیده شدنشه. در مورد فری بودن هم no limitation on how to use or distribute the software، یعنی چطور میخوای ازش استفاده کنی یا چطور میخوای پخشش کنی، به کی میخوای بدیش. شما آزادید، هر کاری که دوست داری تو این زمینه انجام بدید. حالا هر استفاده که میخوای بکنی ازش یا به هر کی که با هر حالت و از هر روشی که دوست داری هم دیستریبیوتش کنی. در حقیقت لینوکس اون کرنلی که داره از خود یونیکس کشیده شده بیرون و حالا یوتیلیتیز های دیگه، اپلیکیشن های دیگه هم خیلی از پروژه گنو اومده بیرون. خب حالا بیاید به حرفای آقای لینوس توروانز گوش بدیم. I'm Linus Torvalds, and I started Linux in 1991. One of the more interesting parts about Linux is how it turns out in the most unexpected places. So when I started Linux, I needed an operating system for my own use. And today, you find Linux everywhere, in small embedded devices, supercomputers, and that is kind of interesting, how this technology allows you to expand into many different niches. The thing that makes Linux interesting to me is all the interesting technology, but it's also all the people involved, and working in an open source projects where you work with hundreds, potentially thousands of people makes the whole technology even more interesting. Hopefully this turns into an opportunity for you to find something you find really interesting to do. And one of the nice things about Linux and open source in general is that there's a lot of different things and everybody has something they can give to the project. Nobody can control Linux. I don't have any more rights than you have. For co-inventing the Unix operating system and the C programming language, which together have led to enormous advances and have stimulated the growth of an entire industry, thereby enhancing American leadership in the information age. It's not enough just to be stable, and it's not enough just to be fast, and it's not enough just to be virus-free. You've got to be punchy and clear and beautiful. Linux is 20 years old. The web is less than 7,000 days old. Together, they have changed human civilization more rapidly than any pair of inventions in the history of the world.
We made it possible to use a computer in freedom. خب بیایید استارت لینوکس رو ببینیم. It was August of 1991, and a 20-year-old computer science student named Linus Torvalds sat down at his computer in Helsinki to post what is now one of the most famous entries in computing history. Hello, everybody out there. I'm doing a free operating system, just a hobby, won't be anything big and professional like GNU. It probably will never support anything other than AT hard disks, as that's all I have. Well, word of Linux open source project quickly spread around the globe, and developers from all over contributed their code. Linus named his OS kernel Linux and chose a penguin as its mascot, after a little incident at the zoo. He soon made a very important decision that would shape Linux's future just as much as the technology. He chose the GPL license created by a visionary named Richard Stallman. The Linux kernel, along with the GPL license and other GNU components, revolutionized the computing industry with a few very simple yet very important freedoms. The freedom to use the software for any purpose. The freedom to change the software to suit your needs. The freedom to share the software with your friends and neighbors. And the freedom to share the changes you make. These radical ideas fueled its spread around the world and, somewhat paradoxically, its rise from a hobbyist experiment to the foundation of a large and thriving commercial ecosystem. Companies built businesses around Linux. In 1999, Red Hat's stock tripled as it became the first Linux company to go public. That same year, IBM spent $1 billion to improve and advertise Linux. Does he have a name? His name is Linux. Soon, Linux was knocking out industry heavyweights and fueling the rise of the internet with its free software. In short, Linux revolutionized computing. But whenever something is this disruptive, there's bound to be competitive crossfire. But Linux not only survived, it thrived. Today, the kernel development community numbers in the thousands, with hundreds of companies collaborating on Linux development. Every 3 months, another version of Linux is released. So, where is Linux today? Running in 75% of stock exchanges worldwide, and powering the servers that deliver Amazon, Facebook, Twitter, eBay, and Google. You use Linux literally every time you surf the internet. It's in your phone, in your TV, running 95% of supercomputers, and in many of the devices you use every day. Linux is everywhere. And the Helsinki-based programmer who started it all? He orchestrates this worldwide army of developers from his home office in Portland, Oregon, as a fellow at the Linux Foundation. خب حالا بیاید در مورد این که چطور لینوکس درست میشه، این روال پچ ها، روال این آپدیت ها به چه شکل، چطور نوشته میشه، روالش رو ببینیم. You use Linux every day, whether you know it or not. Over 850,000 Android phones running Linux are activated every single day. Compare that to just 30,000 Windows phones, according to the latest reports. That means 100 Android devices have come online just since you started watching this video. Nearly 700,000 TVs are sold every day, most of which are running Linux. 8 out of 10 financial trades are powered by Linux. 9 out of 10 of the world's supercomputers run Linux. Google, Twitter, Facebook, and Amazon are all powered by Linux. So, how is Linux developed to achieve all of this? Unlike other operating systems, like Windows or iOS, Linux is built collaboratively across companies, geographies, and markets, resulting in the largest collaborative development project in the history of computing. Just since 2005, about 8,000 developers from almost 800 companies have contributed to the Linux kernel. These contributions have resulted in 15 million lines of code, 1.5 million lines written in just the last couple of years. Consider that Homer's epic Iliad poem is a mere 15,000 lines of text. The novel War and Peace, just 560,000 words.
But it's not just about the sheer number of lines of code. It's also about how quickly Linux is developed and released. For example, a major new kernel comes out every 2 to 3 months. Compare this to years for competing operating systems. This is made possible by a unique collaborative development process. When submitting code to the Linux kernel, developers break changes into individual units called patches. A patch describes the lines that need to be changed, added, or removed from the source code. Each patch can add a new feature, new support for a device, fix a problem, improve performance, or rework things to be more easily understood. Developers post their patches to the relevant mailing lists, where other developers can reply with feedback. When the patch is close to being release ready, it is accepted by a senior Linux kernel developer, or maintainer, who manages one or more of 100 different sections of the kernel. While this isn't a guarantee that it will go to the main line, it's certainly a good sign. Here it gets an even more extensive evaluation. When the maintainer finishes their review, he or she will sign off on the patch and send it on to Linux Creator and Linux Foundation fellow Linus Torvalds, who has the ultimate authority on what is accepted into the next release and what is not. Nearly 10,000 patches go into almost every new release. About 6 patches are applied to the kernel each hour. Linux's rate of development is simply unmatched. Today, Linux is dominating on mobile devices, in the enterprise and web infrastructure, data centers, supercomputing, and more. What's next? Because together, we're ready. خب بیایید نگاهی به ترمینولوژی لینوکس بندازیم. کرنل رو خب یه مقداری گفتیم، دیستریبیوشن ها رو گفتیم، ولی خب بعضی از این اصطلاحات رو نگفتیم. بیایید اینا رو از زبون خود لینوکس فاوندیشن بشنویم. Bootloader, service, file system, X-Window system, desktop environment, and command line. These are very commonly used by the Linux community. The kernel is considered the brain of the Linux operating system. It controls the hardware and makes the hardware interact with the applications. An example of a kernel is the Linux kernel. The most recent Linux kernel, along with past Linux kernels, can be found at the kernel.org website. A distribution, also known as distros, is a collection of programs combined with the Linux kernel to make up a Linux-based operating system. Some common examples of a distribution are Red Hat Enterprise Linux, Fedora, Ubuntu, and Gentoo. البته ساینتیست ها و یا مثلا ما که با انفرماتیک کار میکنیم از اوبونتو استفاده میکنیم. The bootloader, as the name implies, is a program that boots the operating system. Two examples of a bootloader are Grub and ISO-Linux. A service is a program that runs as a background process. Some examples of the service are HTTPD, NFSD, NTPD, FTPD, and NameD. A file system is a method for storing and organizing files in Linux. Some examples of file systems are ext3, ext4, FAT, XFS, and ButterFS. The X-Window system provides the standard toolkit and protocol to build graphical user interfaces on nearly all Linux systems. The desktop environment is a graphical user interface on top of the operating system. GNOME, KDE, XFCE, and Fluxbox are some examples of the desktop environment. The command line is an interface for typing commands on top of the operating system. The shell is the command line interpreter that interprets the command line input and instructs the operating system to perform any necessary tasks and commands, for example, bash, tcshell, and zshell.